چرا سیری جنسی از جذابترین ویژگی مرد است؟ ببینین اساساً مردی که سیری جنسی داره و حول نیست برای دخترها جذابه. دخترها زمانی با مردی وارد رابطه میشن که در اون مرد گرسنگی و احساس کمبود نبینن. یعنی باید توی اون مرد یک حس سیری ببینن که میتونه وارد رابطه بشه، ولی هر کسی رو انتخاب نمیکنه و برای خودش معیار داره، چارچوب داره. دختری که متناسب معیاراش نباشه رو اصلا قبول نمیکنه. طرز فکرش اینه که اگه بفهمم ما به دردم نمیخوریم، رابطه عاطفی رو شروع نمی‌کنیم و دخترها برای بودن با این مردا سخت تلاش میکنن و سعی میکنن خودشون رو اثبات کنن. ولی مردی که سیری جنسی نداره، نیازمنده، حوله، هیچ معیاری برای انتخاب نداره، میگه هر دختری بود، هر مدلی بود اوکیه و تنها معیارش اینه که فقط دختر باشه. هیچ ملاکی برای انتخاب نداره و هیچ چیز براش اهمیتی نداره و در حقیقت آدمی که گرسنه باشه سنگم میخوره. اساساً مردی که سیری جنسی نداره بدون شناخت و جذب دختر بهش پیشنهاد رابطه میده و دخترها هم از این مردا بیزارن. شما جزء کدوم دستین؟